به انگلیسی بگو قهوه میخوای؟ خب این که کاری نداره. قهوه که میشه کافی، خواستن هم میشه want. برای سوالی هم از are you استفاده میکنیم، میشه are you want coffee؟ نه، آخه به ما گفتن که هر زمان سوالی بود باید بگی are you. ببین یک نکته مهم اما ساده داره. هر وقت سوال فارسی اینجوری بود که هستن و بودن بود، از فعل to be am، is و are استفاده میکنی. برای مثال are you happy؟ خوشحال هستی؟ ببین هستی داره. are you happy یعنی خوشحال هستی. اگر غیر از این بود از do داد استفاده میکنی. حالا دوباره بگو قهوه میخوای؟ پس با این حساب باید بگیم که do you want coffee؟ احسن، درسته. ببین من همیشه این زمانا و گرامرها رو با هم قاطی میکنم. آیا راهکاری داری که اینا رو من راحت یاد بگیرم؟ ببین اگه میخوای گرامر رو همینجور ساده و شیرین یاد بگیری، اینا رو من همه رو آماده کردم. کافی این پست رو لایک کنی، به یکی از رفیقات بفرستی و عدد 13 رو اینجا کامنت کنی.